رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در این مسئله اختلاف های جمهوری علما میگه که روزه نمیشکند. برای حدیث ابن عباس میاد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حجامه کرده است و در وقتی که محرم بود در حج بود، با در روایت از ابن عباس با روایت که است که چی کرده است، حجامه کرده و وای در چی بود، در روزه دار بود. این قول جمهور علما. قول بعضی از اهل علم مثل ابن تیمیه و دیگر اسحاق ابن راهوی و علمای حاضره مثلا ابن تیمیه، شیخ ابن باز، ابن قیم و تیمیه و ابن تیمیه و اینا همش میگن که میشکند روزه را میشکند. برای چی؟ برای که دلیل دارن از شداد ابن اوس که پیغمبر اکرم در همه چیا وارد شده، در امام احمد و در که نسائی و در دیگه همه علمای حتی بخاری و همه صحیح گفتگیان. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که یک مرد میبینه که حجامه کرده است، میگه که افطر الحاجم والمحجوم، یعنی که روزه کسی که حجامه میکند و حجامش میکنن و حجامه کن و حجامه کرده شده، میگه روزهش میشکند. برای چی؟ برای میگه که حجامه که کرد میگه ضعیف میشود بدنش، برای همین احتیاج به چی دارد، به خوراک دارد، به گوند نوشیدنی دارد که بدنش قوی شد. برای همین میگه روزه میشکند. برای همین از خلاف برآمدن از همین است که انسان حجامه را نکند در روز رمضان، شبش کند، اجبا کند از خلاف برآمدن، برای که شاید که روزه را بشکند، شاید که ضعیف شود و روزش بشکند. برای همین قول همین درستش همین است که انسان از خلاف برآمدن برای روزه را نشکند، بگاهی کند، حجامه را بگاهی کند بعد شام بهتر است، اولاتر است برای او که چی در برابر همین خون دادن. مثلا انسانی که خون میدهد باید هم چی روزش میشکند، برای خونی بسیار مثلا ندهد، خونی که میدهد مثلا برای چی خونی بسیار باید هم روزه را میشکند، به برابر همین قیاس کردگیان. الله تعالی اعلی و اعلم.